آفرین امیر رمضان سگو که با هم خونی خم قام رفیق خورمه خورانه غیلو نمیاره این هدا سگو خیلی خوش آمدیم رفیقا زنده باشی رمضان جان گیلا خیلی غیلون خوش داره گیلک اشتانه طعم چی رقم خوبه طعمه لگه چیزه لگه کلیستریه کریستلی منم نمیزنه رفیق من ما چای میخورم او چای میخوره یا کجیز بگیر بگی کجی جان رمضان ازم کاربارا قصه کو چی کاربار چی قصه کنم لالا کارا کاربار کارا تام لغو شده والا کارا همه کارا بستاده بابا کجای معلوم نیا همین جام با خونه مال پایین بیدم شاید بیایم مالی گیلا خاله نکش که با واسه خراب نکنه مثل روز با سرچرخا میشه گیلا بابا یک گپ میگم که شرط رمضان برا آمد دیو نده چیکار کرد با رمضان چیکار کرد؟ رمضان برا میمون آورده رفیقاینه میمون رو بیاورده ام یک گپ شما برای بگین بفهمیدین بگین امی غیلون رو به تا دیو نیاره بعده قیلون بیاوردم قیلون کجا آورده؟ مچم رمضان مثل که از جامعه یا کافی شاپ کرایه کرده بیاورده اون به تا خونه غیلون میکشم خوب آه چند نفرن؟ به نظر من 4 نفرم 4 نفرن؟ آه من 10 دفعه بزی گفتم اگه دوست رفیق خیلی بابا کن اگه غیلون بیاورده غیلون میکشم یک کم مداخل یک دقیقه مدر خوب آه چی؟ بیا اینم یک دقیقه بیا بچه تو کنتم کن جنوب چسبیده ای دیگه بله بابا جان نگو بگی 10 دفعه تو عروس بگفتم که قیلون به داخل خونه نباشی قیلون این کجا آورده؟ رمضان خب چیکار کنم بابا دیگه و تو نفتم قیلون تیار نکو برای اینو رای نکنه خب من خب چیکار کنم خب سخت میگیره میگه قیلون تیار کن او که تو میگه خب گناه چیه دیگه دو میدادم بابا عجب اولا تو هم گپ پر گوش میکشی یا گپ پزور گوش میکشی خب من میگم من چیکار کنم خب من میگم قیلون تیار کن من مجبورم تیار کنم دیگه تیار نکو آره بابا صدا خبر نکن چوب کن میشنوم بعد حالا که خیلی حالا که تیار شد حالا که میبرم کم نداره شما کم کن خیلی میمونا ششتی هم بعده بابا میمونا ششتی هم بعده بابا میگم بابا صدا نکنی بعد خوبه هیچی نه سلام علیکم سلام علیکم بیایم بابا سلام بشنه ایلا دست خودش ماما سلام خوبه خیلی بفرمایید بالا بفرمایید اشتنی یاری خیلی بسیار خوش آمده زنده باشین یاری زنده باشی بخشش باشه دیگه ماما خدا ببخشه همال پرسان شمار کردم پیشتر گفتم به پی نه به پی بردم نگه تو بگیری ماما جان من دیگه پیار 30 سال منم اصلا نسوار ننداختم 30 سال نسوال پیش از 30 سال من داخته من نه گفتم اصلا هیچ عملی ندارم شکر کنم نوش جان شما این قیلون خوب عملیه نه من خوش ندارم سعی کنیم اشته شرایطی شده بچه قیلون میکشم مثلا چه به کی کشیدم گیلا نه مثلا من میگم من بچه هم قیلون میکشم بکش گیلک بکش بخست و نره گیلک دودو ایشتن گیلک خوبه نیه از اون شوکه بخونی ما بودی اینو بیتر او شوکی سرقی شده
رمضان نبود اگوشه چلچل ای بود اگوشه رمضان گردن من نبود این بوده خوی نمیکشیدی در که سرگی شد گو سرگی شدم مگید شدم این بیچاره بیا اگوشه شیشته بود گیلا خیلی نکش همرنگ بوی خربزه تام یامونه قامه خربزگیه خربزه پوله. ای کو میرخسید گیلک تو میته گپا میزنه که بابا هم میگن البته من قیلون میکشم. نه خاموش شو بکشی سرگی شدی گیلا اگه عقل کمال بیری نداری. وقت میجی کوکو میرو تا پی کار کجا دارم. بره میشه چایا خو میخوردی. بله بابا خوبه تو تیار میکنم گیلا مچه مرتکب چی میفردم پیارینه بیاره نمیشنسی من میگم به پیش بیار خو میکشه بیاب کد مرتکه نمیگم تو صبر کو کاری میگه ما را خونی خو بیرون نکنه مکه میگم میگی لگ دهن استاده نداره خودی خو بمی جانور. خود گفت اکبر این برای من ببرین فازی میشه جان گیلک بکش همین با عقل کمال خواست تو بیتاره ماله میفهمه چری چی گاب نمیزنه کیف میکنه آدم میشه گردن جان. آدم باشه کیف چای الان بزن دیگه برای خیلی گیلا اگه اینجی که کمی میداری میخوردی گردن ما بعد چپه بری میرسیدی. بله بابا میگم بله رمضان میمونت میشه میسته بابا امشب میمون منم میشه که چیری که شلم نم برای نو تیار کو به وز دشلمه و مینو شیر پرم برای نو بستو بفهمیدی اما یک خوش از تو دارم چی بابا میمونات رو مدار نمیکنم بالاخره سکو بالاخره دیگه چلی قیلون دیگه به دو نبینم منو گیلک هر کس موه باشه بروی شما جا داره بالاخره چلیم قیلون باید به دو نباشه خوب بابا چشم من قیلون انا میرم به مجلس اینا میشینم خیلی احترام دارم میگیرم بالاخره خواهشانه خوبه چشم دیگه بار آخر تو باشه بچه جان. خوبه واسطه بابا که میشنم یک چیز دیگه به تو بگم بفهمیدی همین قیلون کار خوبه نیه اگه دیدم بار آخر تو باشه که هر رفیقم میاری بخونه آزاد بیار بالاخره چلیم قیلون نباشه بار آخر تو باشه اگه بخونی نام رفتی که چلیم قیلون داده طور آخ میکنم بچه جان از این بعد دیگه به تو لیاز و مرآت هم نمیکنم خوبه بابا چشم خوب انا میرم مجلس اینا میشینم من قیلون نمیکشم بابا انا دیگه خلاص انا میرم مجلس اینا میشینم خیلی بابا پینک تو بیشینه که بکنه نه